در خواهشی که از شما دارم همیشه واقعیت‌ها رو به مردم نشون بدید. در هر حال مردم هم بالاخره زحمت کشیدن. توی شما ببینید امروز از ساعت 9 صبح من تو هتل نشسته بودم، قسمت کافی شاپش که میدیدم مردمی که ساعت 9 صبح داشتن میرفتن. من فقط شرمنده‌شون هستم و امیدوارم که ببخشید. تو به جای منم داری زنج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزا خسته بشم نگو خسته شدی. نگران منی که نگیر دلم، واسه دیدن تو داره میره دلم. نگران منی مثل بچگیام، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام. مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دلتنگیاش بیشماره، هنوزم به جز تو کسی را نداره. عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو. تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم. نگو دیگه آب سر من گذشته، مگه جز تو کی سر نداشت و نوشته. تحمل نداره نباشی، دلی که تو تنها خداشی. یه غرور یخی، یه ستاره سر، یه شب از همه چی به خدا گله کرد. یه دفعه به خودش همه چی رو سپرد، دیگه گریه نکرد فقط حوصله کرد. نگران منی به تو قرص دلم، تا کنار منی نمیترس دلم. بغلم کن ازم همه چی ما بگی، بذار گریه کنم پیش تو دل سیر. مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دلتنگیاش بیشماره، هنوزم به جز تو کسی را نداره. عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو. تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم. نگو دیگه آب سر من گذشته، مگه جز تو کی سر نداشت و نوشته. تحمل نداره نباشی، دلی که تو تنها خداشی. پرسی استقلالی؟ پرسپولیسی. حداقل بهانه پرسپولیس بودن علی من اینو بگم، چون همه اسمم از با یکی از قطع به یقین اسطوره های باشگاه پرسپولیس علی کریمی. من خیلی غمگین شدم از خداحافظی علی کریمی، مثل هزاران نفر از طرفدارای برپاقرص پرسپولیس و نامه خداحافظیش خوندم که خیلی فکر می‌کنم در کمال ادب بود واقعا، و لطف نسبت به مردمش، به قهرمانای سرزمینش و اون جمله طلاییش که من همه ناراحتیام و اندوهم از فوتبال و رقبام و حرف و حدیثا خاک میکنم تو زمین و میام بیرون اینها. من که مثل خیلی ها، حداقل برای من اینجوریه که محبوب ترین بازیکن فوتبال کشورم برای دوران من، واقعا خیلی ها اینجوری فکر میکنن، جادوگری که تو مستطیل سبز هر کار خواسته کرده واقعا. اما میخوام گلایم بکنم به باشگاهی که همه میدونن من دوستش دارم و باشگاه محبوب من پرسپولیس. من نظرم خیلی بی‌معرفتی کردم، خیلی. آقای رحیمی و یکی دیگه از اسطوره‌های کشورمون در فوتبال کشورمون علی دایی، واقعا این به نظرم انصاف نبود در برخورد با علی کریمی.
حداقل میذاشتیم این فصل میومد توی داربی یه جایی خداحافظی میکرد، اون دم فرهاد مجیدی گرم به خاطر نگاهش. فرهاد هم همینطور تو استقبال به نظر من یه ذره این اتفاق براش افتاد. علی کریمی هم آدم خیلی با معرفته، یه جاهایی حضور داره و یه نکته داره که خیلی جذابه، خیلی اهل رسانه شدن بعضی موارد نیست، اما خیلی جاهای خیر من دیدم که علی حضور داره، خیلی ساده و بدون سر و صدا و براش بهترین ها رو آرزو میکنیم. من هنوز ته دلم امید دارم که علی برگرده، انقدر هوش داره تو زمین که میتونه به نظر من سالها بازی بکنه. بعدم آدم‌های اینجوری به این دلیل میگم که علی خیلی باعث شادی دل مردم ما شده، کارایی کرده که همه کیف کردیم، چه برای پرسپولیس چه برای تیم ملی کشورمون و نمیدونم حداقل به جهت علاقه‌ای که هممون داریم بهش و اینا حداقل یه دست ما برای علی کریمی میزنیم تو روزایی که میدونم یه ذره ناراحته و اندوهگینه و ما دوست داریم برگرده. حالا اگرم نیامد نمیدونم تصمیم خودشه، اما نامش به نظرم فوق‌العاده بود. ادبی که در نامش حضور داشت، بازیکن محبوب و فوق‌العاده و استثنایی تاریخ فوتبال کشورمون. نمیدونم اگه پرسپولیس دیدم این نامم زد یه جوابی هم داده بود، اما کاشکی که این معرفت خرج میشد واقعا. یعنی علی کسی نیست که به این سادگی بتونیم کتمانش کنیم در فوتبال کشورمون. هممون ذوق زده شدیم و نیشمون تا اینجا باز شد از دریبلایی که میزد، چه تو فوتبال آلمان چه امارات چه در واقع تو تیم ملی کشور.